آقای دولت نکن، از خدا بترس، از ملت ایران بترس. مجلس محترم امروز آزمون توست، تایید نکن. میگویند رانت است، فساد است، میخواهیم قیمت ها را آزاد کنیم و به هر نفر 1 میلیون تومان بدهیم. از کجا آوردی 1 میلیون تومان؟ مبناش چیه؟ ملت عزیز ایران، این یک دروغ است. با گران کردن ارز قطعا قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک، همه کالاها دوباره گران میشوند. یارانه پرداختی تنها بخشی از افزایش قیمت رو تامین میکند. 200 میلیون اومده رو خودرو، 1 میلیون تومان میخوایم بدیم به مردم. با این بودجه تورمی، با این آزادسازی قیمت ها کاری خواهند کرد که چند سال بعد با 1 میلیون تومان پفک هم نمیتوانید بخرید. آیا 45,000 تومان دولت احمدی نژاد رو فراموش کردید؟ آیا 300 و 400 هزار تومان دولت 13 رو فراموش کردید؟ ملت ایران، یارانه دادن یعنی گرانی و نوع دزدی. یعنی 1 تومان در جیب شما میگذارن، در عوض 10 تومان برمیدارن و میریزن در جیب سرمایه‌داران. در همین روزهای اخیر که نرخ ارز گران شد، یک بنکدار طلا با 20 تن طلا 100,000 میلیارد تومان به جیب زد. این یعنی رانت. این پول از کجا آمده؟ از جیب من و شما. به اسم رانت ایجاد میکنن در جیب ثروتمندا. باید با سیاست گران کردن ارز، فقیر کردن مردم و کمی یارانه دادن پایان دهیم. این سیاست کمیته امدادی اداره کردن کشور است که در شأن ملت رشید ایران نیست.